left. Oh shit. او یس مرگ بر آمریکا مرگ بر یه لحظه روان‌نویسیتون میشه برادر عمانی داشته باشم ممنونم. Oh shit. مانیتور این وره چرا نگاه نمی‌کنی؟ مذاکره غیر مستقیم امکان نداره ما با آمریکا مذاکره مستقیم کنیم. الله اکبر گل A min man was game of my fake. شاتا بابا A min gospel. مرگ بر آمریکا. Oh shit. بگو نگاه من نکنه اینا گفتم غیر مستقیم مذاکره. Don't see. Why? دونسی ایتالی روم نو عمان. جون خود جلسه بعد اوکی کن شما دیگه تو کشور تو هیچ چی نداری ما این روان‌نویسی بردیم جلسه دوم یه سیبی نیوردی سر میز بذاری این روم اوکی کن بریم روم. جاس روم. جون تو من یه شینگن باید تو پاسم بخوره بذار بریم روم جلسه رو بزنیم. روم ایتالی. وای بگو اینو چه بگو من با حرفی ندارم. Oh shit. Oh shit. آقا جریان مذاکرات چی؟ الان جلسه چهارم ما چی متوجه نشدیم. متوجه نشدی برادر ما همه چی رو داریم به صلاح مردم اونجا میریم تا الان دلار 30,000 تومان ارزون شده. جنس‌ها که ارزون نشده. ما دیگه گفتیم فقط دلار ارزون کنیم به ما ربطی نداره. الان شرایط چجوریه؟ به نفع کدوم سمت الان پیش میره؟ همه چی به نفع ما پیش رفته. ما حتی تو پلی استیشن هم الهلال آوردیم اینا باید میخ 3-2 زدیمشون. جلسه ایشون دارن چیکار میکنن؟ ایشون داره بعد جلسه بعد تمرین میکنه. همه جلسه ها ما آوردیمشون. همه چی خوب پیش رفته خدا رو شکر. همه مذاکرات قرار شد یه جلسه همیشه روم بذاریم ما یه باغ اوکی کردیم شد فعلا جاتون خالی. قربان شما. اوشه باز